حکومتی که ناکار است، ضعیف است، از دستش کاری زیادی نمیاد که مسئولیت‌های هر روزه خود رو انجام بدهد، نیاز به یک دشمن دارد که همیشه این مسئولیت رو، این گناه رو به دوش دشمن پرتاید. حالا که گفتم مثال ازبکستان نیست، نقش دشمن رو باید که مخالفین و نهضت اسلامی تاجیکستان ببازد. صدها هزار شهروندان نوبت میستند، مطمئن نیستند که پول آنها کی پس گرانده میشود. دیگر این مسئله مفلس شوی چند بند نیست، این مسئله اون است که مدیریت کشور به ناکامی روبرو شد. و حالا ما چرا درباره قرضدار بودن بانک ها از مردم صحبت کنیم، ولی وقتی که خودی حکومت از مردم قرضدار است و اصلا کشور ما هم دولت و هم ملت در نتیجه این سیاست های غلط همچنین یک ملت قرضدار هستیم. ما هر یک شهروندی که تولد میشود، امروز یک طفل به دنیا آمد، حداقل این مناظر حداقل رو گفته استم $300 این طفلی به دنیا آمده الکی قرضدار است، حالا کاری انجام نداده. کسی نظارت کرده نمیتونه که اون فوند ذخیروی که همه ساله جدا میشه، فوند ذخیروی پرزیدنت چگونه خرج میشه، در کجا خرج میشه. بالاخره اون پول ملت است، اون از انداز مردم جمع میشه، باید مردم بدونن که اون در کجا خرج میشه. درست است که بعد اونو با یک دبدبناک اعلان میکنن که فلانی به وتران ها اینقدر کمک کرد، به دانشجویان کمک کرد یا به آفت زده ها کمک کرد و طرز رسانه های دولتی رو مطرح میکنن که اون طرف از جیب خودش، از پول شخصیش کمک کرده باشد. مثلا میگن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فلان مقدار کمک کرد یا رئیس شهر فلان مقدار کمک کرد، اما کسی نمیگه که این پول ملت است که طبق قانون در اختیار پرزیدنت، در اختیار رئیس شهر یا مقامات دیگر گذاشته میشود.